من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من قوم موسی در اینجا جمله معترضه هست که همه یهود ناسپاس نیستند. از قوم موسی هست که بسیار معتدلند، با انصافند. و من قوم موسی امة یهدون بالحق، یعنی به حق و به دین اسلام. حق یعنی دین اسلام. به دین اسلام هدایتند و به یعدلون، و به همین دین اسلام اونها چی؟ منصفند، عدالت میکنند، یا به این گامزن هستند، بر این مسیر اونها قرار دارند. توسط و عدل همینی که به اسلام عمل بکن. اشاره به عبدالله ابن سلام و اصحاب و شاگردانش هست. قبلا خدمت شما عرض کردم هر جا خداوند مذمت یهود میکند، چون این از علماء بزرگ یهود بود که با مکتب خودش، با مدرسه خودش، با مجموعه خودش ایمان آورد، لذا الله عزوجل هر جا از این قدردانی میکند، ایمان او را گرامی میدارد. همه یهود اینطور نیستند که کفر بکنند، هستند انسانهایی. اشاره به این هست. و قطعناهم 12 اسباطا امما. خب خدمت شما عرض کردم بعد از اینکه در صحرای سینا قرار گرفتند و موسی علیه السلام برای دریافت رفت، برای دریافت تورات رفت، اینها اینجا آب نداشتند، لذا آب و سایه و غذا را موسی فراهم کرد. آب همون سنگ بود، سایه ابر بود، غذا من و سلوا بودند. این قبل از میدان تیه است، هنوز به میدان تیه نرسیدند. در صحرای سینا نزدیک کانال سوئز به اصطلاح اینجا قرار داشتند. الله می فرماید و قطعناهم 12 اسباطا امما. ما آنها را دست به تقسیم کردیم، دسته کردیم. 12 اسباطا، 12 جماعت. سبت میگویند اولاد را، تیره را. امما به معنی جماعت، یعنی 12 تا تیره که 12 تا جماعت شدند. و اوحینا الی موسی اذ استسقاه. ما به موسی وحی کردیم زمانی که موسی از ما آب خواست، چون موسی آب خواست. وقتی که آب خواست برای قومش، ان اضرب بعصاک الحجر، بزن با عصایت این سنگ را. عرض کردم بعضی گفته این همون سنگ است. با موسی همراه بود اونجا که لباس موسی را برد و موسی کنار نهر داشت غسل میکرد، لباسش را رویش گذاشت. بعد از اینکه آمد بپوشد لباس را، مردم از قبل به موسی گفته بودن موسی عادر است. عادر یعنی کسی که خصیتین داشته نباشد، کسی که مردانگی داشته نباشد. چون که میدیدن همیشه موسی پیغمبر حیا داشت، برای اونا حیا معنی نداشت. اونا همه لخت مادرزاد میشدن، همه با هم خودشون را میشستن، اما موسی دور میرفت. قوم گفت این حتما عیب داره که نزدیک ما نمیاد. نمیدونسته این حیا داره، این ایمان داره.
لذا وقتی که سنگ لباس موسی را برداشت و آمد فرار کرد، موسی دنبالش در حدیث میاد گفت ثوبی حجر ثوبی حجر، ای سنگ لباس من لباس من. سنگ جلو بود و موسی پشت سرش، تا اون جایی که قوم خودشون را میشستند اونجا آمد قرار گرفت. اونجا موسی را عریان دیدند، متوجه شدند ما اشتباه میکردیم، موسی هیچ مشکلی ندارد. ولی برای اونها پروا نبود موسی را عریان دیدن، از نظر اونها عیب نبود. به هر حال موسی در اون حدیث میاد که موسی چند ضربه به اون سنگ زد با عصایش، حتی اثرات عصا بر سنگ ماند. همون سنگ را موسی علیه السلام برداشت و میگه این همون سنگ بود. بعد این سنگ دیگه یک آیتی از آیات الله بود، معجزه‌ای بود، هر جا با این هم همراه بود. لذا از سینا که حرکت کردن دیگه آب را با خود بردن، این گویا تانکر آبشون بود. هر جای دیگه وقتی که آب میخواستن دیگه سنگ را میگذاشتن، الله عزوجل فواره را جاری میکرد. فانبجست منه 12 عینا، جاری شد از اون 12 تا چشمه. قد علم كل اناس مشربهم، هر گروهی میدانست مشربهم یعنی آب سر به اصطلاح، جای برداشت آب. الله میفرماید تنها این نعمت نبود در میدان سینا، وظللنا علیهم الغمام، ما بر آنها سایه افکندیم ابر را، و انزلنا علیهم المن والسلوى، ما بر آنها نازل کردیم من و سلوا را، و ما به آنها گفتیم کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه‌ای که ما به شما رزق دادیم، بخورید ذخیره نکنید. اما ذخیره کردن. و ما ظلمونا، ما ظلم نکردیم بر آنان، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، آنها بر خود ظلم کردند. ظلم چی بود؟ دو چیز مفسرین نوشتن. یکی اونی که گفتن که یکی این که ذخیره کردند، خدا گفت ذخیره نکنید، اینا ذخیره کردند. اینها که ذخیره کردند خدای تعالی من و سلوار از اونها گرفت. اما قول صحیح تر که از قرآن ثابته این هست که اونها چیکار کردند؟ اونها گفتن این غذا برای ما تکراری شده، غذای آماده لذیذ، کباب مرغ بلدرچین به اصطلاح، سلوا و حلوایی که شیر مانند بود، من هر روز. گفته این تکراری شده، موسی از خدا برای ما غذاهای دیگه بخواه. چه غذاهایی؟ ما مثلی داریم میگیم اونی که واقعا کاهو به اصطلاح ما پگ لایقش باشد، اون دیگه همون میبینه، همون میخواد، چیزی بالاتری نمیخواد. لذا اونها گفتن لن نصبر على طعام واحد، ما به یک غذا نمیتونی صبر بکنی، هر روز تکراری شده. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، از خدا بخواه که از این محصولات زمین، من بقلها و قثایها، سبزیجات، خیار و عدسها و بصل و فومها و عدسها و بصلها، گندم، عدس، پیاز. اینا پیاز و گرجه خواستند به جای کباب. لذا الله عزوجل میفرماید و ما ظلمون، ما ظلم نکردیم، خودشون خواستند، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اونها به خودشون ظلم کردند. و اذ قیل لهم، الله عزوجل همه خباثت ها و همه ناسپاسی های یهود را ذکر کرده. بعضی در زمان موسی بودن، بعضی در زمان موسی نبودن. این واقعه که الان اشاره میشه در زمان موسی نبود، در زمان حضرت یوشع بن نون بود. موسی علیه السلام در همین میدان وفات کرد. خدمت شما عرض کنم که اینها از وقتی که تورات را گرفتند توبه کردند از گوساله پرستی، با موسی حرکت کردند، رفتند به طرف شام. اونجا که رسیدند موسی به اونها گفت که خدای عزوجل دیگه تورات نازل شده، احکام تورات
باید عملی بشه. اولین حکم جهاد بود. بعد از اینکه یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، عرض کنم که باید للذین یتقون و یؤتون الزکات، یقیمون الصلاة نبود. بعد از این جهاد بود. لذا موسی علیه السلام گفت که خدا وعده کرده شما را پیروز میکند. عزت میخواهید برید با این قوم سرکش بجنگید که اینها آمدن بیت المقدس را اشغال کردن، مسجد الاقصی را خراب کردن، اماکن مقدس شما را. لذا شما تا بجنگید خدا شما را پیروز میکند. لذا به جنگ اونها میریم. ما خواندیم صبح که اینها وقتی که رفتن در اون میدان قرار گرفتن، شاید دیروز در درس صبح خواندیم که اونها گفتن ما نمیتونیم با این قوم گردن کش و گردن کلفت بجنگیم، خیلی قدرت داره. به موسی گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا، شما و پروردگارت برو شما بجنگید، ما اینجا نشستیم فتح کردید، ما را بگو بیا ما میایم تو شهر. لذا ما اهل جنگ نیستیم. الله عزوجل گفت که اینها که اهل جنگ نیستند، قال فانها محرمه علیهم 40 سنه، پس بیت المقدس تا 40 سال بر اینها حرامه. خدا حرام قرار داد، الله عزوجل غضب فرمود. یتیهون فی الارض، تا 40 سال اینها در زمین سرگردان. سرگردانی چی بود؟ بنده قبلا توضیح دادم، بازم توضیح میدم که مفسرین گرچه نوشتن صبح حرکت میکردن میرفتن شب همون جای اول بودن، نه اونها اراده نداشتن برن، کجا حرکت میکردند. منظور از سرگردانی اینه که اونها دستشون به هیچ جا بند نبود، نه حکومتی داشتن، نه شغلی داشتن، نه زمینی داشتن، نه خانه‌ای داشتن، سرگردان بودن. خدای عزوجل گفت تنها راه سرگردانی اینه که جهاد بکنید. جهاد عزت میاره، جهاد بهتون حکومت میده، به شما پیروزی میده، همه چیز به شما میده. اگر جهاد نکردید دیگه همینجا بشینید سر به سر تا بپوسید و بمیرید. لذا اینها همینجا ماندن تو این میدان، نتونستن برند. آخر به موسی گفتن که ما کشاورزی میخوایم. الله تعالی فرمود اهبطوا مصرا، برید کنار یک شهری، برید اونجا برای مردم مزدور مردم باشید، برای مردم کار کنید، یه چیزی بخورید، یه چیزی به مردم بدید، اونجا کشاورزی کنید، ولی به شما حکومت نمیدیم، به شما دیگه عزت نمیدیم، به شما دیگه نعمت نمیدیم تا زمانی که خودتون جهاد نکنید. ببین الله عزوجل به ما نعمت میده، عزت میده، ولی ما باید اقدام کنیم. ما سربلندی دینمون را میخوایم، باید تبلیغش بکنیم، باید به خاطر اعلای دین ما بجنگیم، ننشینیم فقط بنشستن. اگر اکتفا کردیم، رسول الله در مسجد النبی می نشست دعا می کرد، نمی آمد به میدان بدر دعا نمی کرد. باید مسلمانان مثل یهود بی همت نباشند، مثل یهود خانه‌نشین نباشند، برای دین باید زحمت بکشند، همونطور که برای دنیا زحمت میکشند. اگر میخوان دین به پیش بره، باید قربانی بدن، باید مجاهده بکنن، باید تشکیل بشن، باید برن بلاد دیگر نماز را احیا کنن، تعلیم را احیا کنن. اشکالی نداره، هر مشکلی برایشون میاد بیاد. خب از اینها بهتر نیستن که خدای عزوجل میخواد باید در راه من کشته بشید. این قانون الله تعالی خودش میتونه، ولی الله دنیا را بر اسباب گذاشته، به من و شما گذاشته. لذا الله فرمود که شهر میرید، برید اونجا کشاورزی بکنید، بیل بزنید، اون پیاز و گرجهتون محصولتون از زمین استخراج کنید. اما اگر عزت میخواید جهاد نکردند. موسی علیه السلام در همین عرصه وفات کرد، هارون علیه السلام وفات کردند. اینها همه یکی بعد از دیگری مرد. این نسل از بین رفت، نسل جدید جوانها آمدند. این زمان الله عزوجل پیغمبر یوشع را گذاشت. یوشع علیه السلام گفت که میخواهید بجنگید، جهاد کنید، آماده باشید، تا اینکه خدای عزوجل وعده داد، وعده فتح است به شرطی که جهاد. این نسل جدید رفتن به جهاد،
رفتند و جنگیدند، عمالقه را شکست دادند، بیت المقدس را فتح کردند بعد از همون 40 سال. اما اینها اولاد همونها بودند. در ناسپاسی، ناشاکری، خدای عزوجل به اینها گفت الان که بیت المقدس فتح شد، وقتی که وارد مسجد شدید، وارد مسجد الاقصی شدید، با تعظیم، با احترام، با تواضع، با فروتنی، اولا که در حالت سجده برید، بعدا از رب مغفرت بخواهید، قولوا حطة، خدای بخشش میخواهیم. بنده مثال عرض کردم، تشبیه دادم که ما امروز به مسجد الحرام، به بیت الله العظام وقتی میریم، همین دستور است. به ما دستور رسیده که ما با این لباس، با این پالتو، با این قبا و با این عمامه نریم. پادشاه با لباس فاخرانه نره، امیر صاحب با لباس امارت نره، تمام یک لباس باید بریم، کفن پوش باشیم، با لباس احرام بریم. رئیس جمهور باشد هم باید با همون لباس بره، کارگر ساده باشد هم باید با همون لباس. این تواضع هست، چیزی که خدا به اونها دستور داده به ما هم دستور داده. اونجا خدا گفت این کلمات را بگید، حطة، خدای بخشش، از خدا بخشش بخواهید. ما هم همون کلمات، لبیک اللهم لبیک، خدایا به دربار تو حاضر هستیم، خدایا دعوت تو را لبیک گفتیم. لذا وقتی که میریم ابتدا خانه کعبه را میبینیم، دعا میکنیم، آداب را نه، موقع اجابت دعا هست، دعا میکنیم، بعدا شروع میکنیم طواف را، شوط را. الله تعالی نصیب بگرداند. لذا هر جا یک ادبی دارد، یک احترامی دارد. الله عزوجل فرمود که شما وقتی که وارد مسجد الاقصی میشید این گونه وارد بشید. اما اونها نه، اونها به جای اینکه سجده بکنند با سرکشی رفتند. بعضی میگند دنده عقب رفتند، عقب رفتند، میخواستند نافرمانی بکنند. به جای حطة حنطة گفتند. حنطه به معنی گندم، حنطة فی شعرة، گندم در پوستش هست، مسخره کردند. لذا الله عزوجل میفرماید ما اینها را به عذاب دیگه گرفتار کردیم. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه، زمانی که گفته شد به بنی اسرائیل در زمان یوشع، اسکنوا هذه القریه، سکونت کنید در این شهر، در اریحا بیت المقدس، و کلوا منها حیث شئتم، بخورید از میوه‌هایش، از نعمتهایش هر جا که خواستید. اون منطقه شام، میگه عروس خاورمیانه، سرسبز، هر چیز الله عزوجل از نعمتها گذاشته. و قولوا حطة، یعنی مسئلتنا حطة، این شکر زبانی هست. وقتی این نعمتها را میخورید هم شکر زبانی کنید هم شکر بدنی. و قولوا حطة، بخشش بخواهید، بگویید خدایا بخشش، خدایا بخشش. و ادخلوا الباب سجدا، این شکر بدنی. وارد خانه بشید، وارد در بشید، سجده کنان. وقتی که وارد مسجد شدید اول تعظیما سجده بکنید. اگر این کار را کردید، نغفر لکم خطیئاتکم، ما می بخشیم تمام خطاهای شما را، و نه تنها خطاهای شما را، سنزید المحسنین، ما می افزاییم در مخلصین، یعنی اجر و پاداش بیشتر میدیم به نیکوکاران یا به مخلصین. اما عناد قوم را ببین، الله می فرماید فبدل الذین ظلموا منهم، تبدیل کردند آنانی که ظلم کردند، ظالمها، ناشاکرها، تبدیل کردند از آنان، قولا غیر الذی قیل لهم، به سخنی غیر از آن سخن که گفته شده بود. مشرکین مکه
هم عوض کردند. الله از اونها ناراض شد. الله فرموده بگویید که لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. اینها گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکه و ما ملک. مگر یک شریکی داری، اون همون شریک، اون شرکا، همون بت‌هایی که تو به اونها اختیار دادی، اونها خودشون اختیار ندارن، تو اونها را کاری ساختی. این از خودشون درست کردن، این شرک بود. لذا آنان هم کلمه، یا این کلمه که کلمه ناسپاسی بود یا کلمه شرکی گفتن، به قول شیخ حسین علی رحمه الله. یعنی بجای اینکه توحید را اقرار کنند، اعتراف کنند، چی کردند؟ شرک گفتند. اما الله عزوجل می فرماید فارسلنا علیهم رجزا من السماء. وقتی که این گونه اینها نافرمانی کردند، ما از آسمان رجزی را فرستادیم، عذابی وبایی فرستادیم که بما کانوا یظلمون، به سبب این چی که اونها ظلم میکردن. این ظلم بود، ناسپاسی بود. لذا عذاب بر اونها آمد. در تفاسیر نوشته 70,000 نفر یک روز مرد. باز هم خدمت شما عرض کردم که این اعداد برای بیان کثرت است، یعنی تعداد زیادی. عدد را خدا میدونه بهتر، خدا بهتر میدونه چه تعدادی بودند، ولی تعداد زیادی مرد به خاطر همین طاعونی که الله عزوجل برای اونها فرستاد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. یک واقعه دیگر میخوانیم، باز هم از ناسپاسی ها و ناشاکری های یهود. این واقعه برمیگرده به زمان حضرت داود علیه السلام. این بنی اسرائیل که اینجا ذکرشون شده در روستایی بودن، در شهری بودن به نام ایله یا ایله. این ایله بین کوه تور و بین مدین در کنار دریا بود، بین مدین و بین تور، در یک روستای اینها اونجا زندگی می کردند و اینها کارشون ماهیگیری بود. معمولا اهل دریا و ساکنان دریا بیشترین شغلشون ماهیگیری هست. اما الله عزوجل که روزی را برای اینها مقدس قرار داده بود، اون روز شنبه بود، اونها در اون روز می دیدن ماهی زیاده، همه ماهی ها سر آب که با دست می گرفتی هم گرفته می شد. روزهای دیگه اینا هرچی منتظر می شدند ماهی گیر نمی آمد. لذا اینها چیکار کردن؟ گفتن بیا حیله می کنیم. حیله کردند، حوضچه‌ای درست کردند. بعضی تفسیرها نوشته بود که شیطان آمد و به اینها این راه را نشان داد. یه حوضچه‌ای درست کردند کناره دریا، هر یکی برای خودش حوضچه درست کرد و جوی از دریا. روز شنبه که ماهی فراوان بود، ماهی ها را هدایت می کردند، ماهی ها را اشاره می کردند، ماهی ها را می زدند که از اون جو برن به طرف حوضچه. ماهی ها می رفتند، وقتی که اون حوضچه پر از ماهی می شد راه را می بستند، آب را می بستند. دیگه ماهی اونجا تو حوضچه بود، می گفتند دیگه شنبه هست، جایز نیست برای ما چی بکنیم؟ شکار بکنیم، فردا میاییم. لذا فردا که یک شنبه اجازه بود می آمدند و شکار می کردند. یه حیله درست کرده بودند که 3 گروه شدن این قوم. یک گروه همین بود که این کار را می کردن، مرتکب می شدن. یک گروه دیگه سکوت کردن، گفتن ما کار نداریم. اما یک گروه دیگر آمدند و اونها را تبلیغ کردند، گفتند که چرا شما این کار را میکنید؟ از خدا بترسید.
قال جمهور المفسرین ان بنی اسرائیل افترقت 3 فرق. مفسران گفتن بنی اسرائیل 3 گروه شدن. فرقه عصت و صادت، یک گروهی نافرمانی کرد و شکار کرد. و فرقه نهت و اعتزلت، و یک گروهی اونها را باز داشت و خودشون کنار کشیدن، گفتن ما این کار را نمی کنیم. و فرقه اعتزلت و لم تنها، و یک گروهی دیگه جدا شدن ولی اونها را باز نداشتن، اونها را جلوگیری نکردن. همین گروه به گروه اول به آمرین به معروف گفتن لم تعظون قوما الله مهلکهم، چرا شما اینها را واعظ میکنید، اینها را خدا هلاک میکنه. یعنی اینا ارزش واعظ هم ندارند. خلاصه الله عزوجل اونها را تبدیل به میمون کرد. اونی که تبلیغ کردند اونها را الله عزوجل نجات داد. درباره قوم سوم اختلاف است، ولی صحیح اینه که اونها را هم الله نجات داد، به عذاب گرفتار نکرد چون نکرده بودند. به هر حال من یک نکته اینجا قبلا یادآوری کردم ولی باز هم جایش اینجا هست یادآوری بکنم. حیله هایی که ما داریم، حیله هایی که ما تو بازارهایمون داریم و متاسفانه این حیله ها را به شما ما ملاها یاد میدیم. درباره این حیله ها میخواستم عرض بکنم که بعضی حیله ها هستند واقعا مشخصه که این حیله هست، دل انسان اصلا اطمینان نمیشه. و بعضی حیله ها خب حیله های خارج شدن از حرام اشکال نداره. مثلا شما از کسی میخواهید که وامی بگیرید 10 میلیون تومان، این به شما نمیده وام، بعد از 4 ماه بهش 10 میلیون بده، اون ضرر میکنه، اون اقتصادی فکر میکنه، میگه که من با این 10 میلیون تومان تا 4 ماه دیگه 2 میلیون کار میکنم. لذا در قالب راهکار، الان این حیله نگوییم، یه راهکاری میره همین پول را یه ماشینی میگیره به شما میده، ماشین را میده به قیمت 12 میلیون تومان، سود را روی ماشین میکشه. خب این فرق میکنه، این اشکالی نداره. اما بعضی حیله هایی هستند که ضایعند، هر کس میدونه این ربا هست. لذا میره از طرف ماشین را میگیره، ماشین چقدر میفروشی؟ میگه 50 میلیون تومان یک ساله. 50 میلیون تومان یک ساله میخره، بعد میگه الان نقدی چقدر میخری؟ میگه 40 میلیون تومان، همونجا درجا بهش میفروشه. این حیله دیگه نشد، این همین حیله بنی اسرائیلی هست، این هیچ فرقی با ربا ندارد. یا بسیاری از حیله ها که بیشتر در بنگاه های معاملاتی ماشین انجام میگیرد، بعضی حیله ها که در بانک ها انجام میگیرد، اینها ظاهرشون طرف میگه به ما گفتند شما برید ماشین بیاری، ما رفتیم ماشین برادرمون را آوردیم، گفتی این ماشین فقط میخوام پول را بگیرد. یک چیز ظاهری میخواد نشون بده که ما داریم معامله میکنیم، سوری است. اینا همش ما دلمون را خوش میکنیم. اینا حیله های بنی اسرائیلی هست. اگر خدای عزوجل الله پناه بده، اگر در این زمان تبدیل به میمونمون نمیکنه، به برکت دعای رسول الله است که رحمت للعالمین است. دعا کرد خدایا این قوم از خسف و از عرض کنم که فرو رفتن در زمین محفوظ بماند. لذا و الا برای آخرتمون اینا خطرناک است. یا بعضی ها به این نتیجه رسید میگن دیگر راهی نیست، ما بغیر از این راه به مسکن نمیرسیم، بغیر از این راه ما نمیتونیم زن بگیریم، بغیر از این راه ما نمیتونیم به فلان جا، باید این وام را بگیریم. خب مثل ببین بنی اسرائیل راه را خدای عزوجل به خاطر امتحان همه راه ها را بست. هر روز میرش، یک شنبه میره، دو شنبه میره، سه شنبه میره، یک ماهی هم گیرش نمیاد، فقط شنبه هست. الله بندگان را امتحان میکنه. تو هم در امتحان هستی، هیچ راهی نداره، داشته نباشه، به حرام نرو، بمان، استقامت کن، قطعا الله عزوجل فرج میاره. اگر فرج نیاورد، به مسکن نرسیدی، بدون خانه مردی و از این دنیا رفتی، هم ضرر نکردی، بچه هایت خدایی دارند، ولی آخرتت را خراب نکن. با معامله ربوی برای یک عمر ناراضی خدای عزوجل را پشت سرت نکن.
عزیزان این مسائل را رعایت بکنیم. متاسفانه الان عمومی شده، همه انجام میدن، ما هم جری شدیم. مؤمن ترین با تقوا ترین اون هست که از حرام میپریزد به جای خود از شبهات، اونی که شبهه حرام است، اونی که جای شک است. شما وقتی که از دو عالم پرسید، یکی گفت درسته، یکی گفت نادرسته، به همون عمل کن که میگه نادرسته. من اگه گفتم درسته عمل نکن. لذا از شبهات حتی هم دوری کنیم. این هست تقوا. ببینید اینها حیله کردن، نتیجه چه شد؟ الله می فرماید واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، بپرس اینها را از اون قریه‌ای که بود حاضرة البحر، ای قریبة من البحر، حاضر دریا یعنی نزدیک دریا. اذ یعدون فی السبت، زمانی که آنها تعدی کردند در روز شنبه. اذ تأتیهم حیتانهم، این علت است چون که می آمد ماهیای آنها یوم سبتهم، روز شنبه شان، شرعا یعنی سر آب، ای ظاهرتا علی وجه الماء، روز شنبه سر آب می آمد. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزی که شنبه نبود اصلا ماهی نمی آمد. کذالک نبلوهم، الله می فرماید ما این گونه امتحان می کنیم. هر وقتی که امتحانی آمد و راه حرام جلویت بود استقامت کن. بما کانوا یفسقون، به سبب اینکه اینا فسق کردند. اینکه میگیم استقامت کنید، خدای عزوجل تکفل رزق و روزی را کرده. به این آیه ایمان داشته باشیم. و ما بالدابة فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ دابه حتی نیست مگر بر الله رزقش هست. دابه را، تمام حیوانات را، تمام ماهی ها را الله رزق میده. بعضی این باغواشا گاهی میری، بعضی حیوانات در اون شناسنامه‌ای که دارند نوشته مثل شیر و ببر و اینها، روزانه اینها باید مثلا 50 کیلو گوشت بخورند. اینا از کجا بیارن 50 کیلو گوشت شکار؟ خود شما فکر کنید اینا تو این جنگل ها خدا از کجا به اونها میده؟ بعضی ماهی ها هستن که خوراکشون روز 200 کیلو ماهی هست، ما 1 کیلو گیرمون نمیاد، 200 کیلو خدا به اونها داره میده. پس الله وقتی که به دابه میده، به هر موجود زنده میده، من و تو هم انشاءالله از گرسنگی نمیمیریم، نرویم به طرف معاملات ربوی. لذا الله می فرماید و اذ قالت، ببخشید، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، به همین خاطر ما آنها را امتحان کردیم به سبب فسقشان، چون که اینها قوم فاسق بودند، فسق پیشه بودند. الله عزوجل این گونه سخت امتحان کرد، یا این طرف برند یا اون طرف. و اذ قالت امة منهم، زمانی که گفت گروهی از آنان، این گروه همون گروهی بود که نه ماهی را شکار کردند نه وعظ کردند، به بقیه دعوتگران و واعظان گفتند. چی گفتند؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا، چرا شما موعظه میکنید با قومی که خدا اونها را هلاک میکند یا خدا اونها را عذاب شدید میده؟ چرا شما موعظه میکنید؟ اونها جواب جالبی دادن. این جواب برای من و شما باید درس باشد. قالوا معذرة الى ربكم، ما هم میدونیم اونها حرف شنوی ندارن، مگه اونها مسئله را نمیدونند؟ ولی ما فقط به خاطر اینکه پیش ربمون عذر داشته باشیم، فردا رب بگه چرا تبلیغ نکردی، بگیم خدای تبلیغ کردیم. ببینید خیلی از منکرات هستند در جامعه ما انجام میگیرند و ما باید که به سهم خودمون تبلیغمون را داشته باشیم. میدونیم این آقا قبول نمیکنه، نکنه، ولی من پیش خدا بری الذمه میشم. حضرت شیخ خدای عزوجل نگهدارش باشه، یک وقتی یک نامه نوشت به مسئولین بالای مملکت درباره یک موضوعی، احساس کرد یک موضوعی داره نسبت به ملت ظلم میشه.
یکی از علما و اهل جلسه گفت فایده نداری این نامه رو بنویسیم، کی هست که گوش کنه؟ مولانا همین آیه را خواند، گفت معذرة الی ربنا، اگر قبول نکردند توان ما همینه، ما منویسیم که این ظلم، این کار را نکنید. قبول کردن، اگر نکردن ما حداقل سکوت نکردیم، ما خیرخواهیمون را به اونها رسوندیم. لذا الان تک تک ما وظیفه داریم. هر وقتی میبینیم یک قانونی هست، یک جای ظلمی انجام میگیره، یک اداره‌ای هست که واقعا داره ستم میکنه، داره دزدی میکنه، داره فلان حق را اجحاف میکنه، فقط برای علما منتظر نباشید. تک تک شما وظیفه دارید. اونی که تحصیل کرده است، اونی که قلمی بلد هست، نوشتنی بلد هست، بنویسید به جاهایی که مربوط است. بنویسید آقا اینجا داره این جنایت انجام میگیرد، جلوش را بگیرید. اگر گرفتن، اگر نگرفتن حداقل ما معذرة الی ربنا این کار را انجام دادیم، از گردن ما ادا شد. پس باید هر کس از ما احساس مسئولیت داشته باشد درباره همه منکرات، چه منکراتی که به صورت فردی انجام میگیرد، چه اجتماعی انجام میگیرد، چه به صورت دولتی گاهی منکرات انجام میگیرد. یعنی یک قانونی هست یا قانون نیست، اما اهل یک اداره از خود سلیقه‌ای را اعمال میکنند، بر مردم ظلم میکنند، بر مردم ستم میکنند. باید ما به نوعی خیرخواهی خودمون را به اونهایی که زیربط هستند برسونیم. قالوا معذرة الی ربکم. دو دلیل داره که ما تبلیغ میکنیم: یک، پیش پروردگار عذری داشته باشیم، دو، ولعلهم یتقون، شاید خدا به دلشون داد، ترسیدند از خدا، دست کشیدند. گاهی اینطور میشه شما هدفتون فقط خدا باشد، از ته دل، با خلوص، با نیت، خلوص در نیت، شما یا زبانتون را بگشایید یا قلمتون را بردارید و بگویید این کار خوبی نیست، خیرخواهی بکنید، قطعا اثرش را خواهد داشت. الله می فرماید فلما نسوا ما ذکروا به، وقتی که فراموش کردند آنچه که تذکر داده شدند، انجینا الذین ینهون عن السوء، الله می فرماید ما نجات دادیم آنهایی را که باز می داشتند از بدی، یعنی اونایی که نهی از منکر می کردن اینها را نجات دادیم. و اخذنا الذین ظلموا، و مؤاخذه کردیم آنانی را که ظلم کردند، بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، به عذاب سختی، به عذاب ناگواری، بما كانوا یفسقون، به سبب اینکه اونها فسق میکردن. فلما عتوا عن ما نهوا، این تفسیر فلما نسوا هست که اونها را ما چیکار کردیم، به چه عذابی گرفتار کردیم. فلما عتوا عن ما نهوا عنه، وقتی که آنها سرکشی کردند، تمرد کردند از آنچه که باز داشته شدند، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ما به اونها گفتیم باشید میمون ذلیل، میمون پست. اونها را خدا تبدیل به میمون پست کرد. عرض کنم خدمت شما، فقط یک بحثی را خدمت شما بگم، اون اینه که آیا میمون هایی که امروز هستند، ما میبینیم تو جنگل ها، تو باغ وحش ها، این میمون ها همون نسل هستند یا نه اینها میمون های دیگه هستند؟ گرچه داروین عقیده داره، نظرش اینه که همه انسان ها اول میمون بودند. یکی از عرض کنم که به اصطلاح خودشون دانشمندان و فیلسوف ها هست، اون معتقده که همه انسان ها، اما انسان را الله می فرماید اشرف آفریدم. میمون حیوانی هست، حیوان شرف ندارد. این دیدگاه با قرآن و سنت در تضاد است، ضد هست. این دیدگاه داروین را ما رد میکنیم، به شدت رد میکنیم. انسان کجا و حیوان کجا؟ انسان را الله عزوجل کرامتی داده که گاهی از فرشته هم سبقت میگیرد.
اما این قوم را که خدا تبدیل به قرده کرد، به میمون کرد، اینها نسلشون باقی نماند. میمون حیوانی است که از قبل الله عزوجل این حیوان را آفریده بود. قانون الله عزوجل این هست، از قرآن معلوم میشه که هر قومی را که خدا مسخ بکند، خدا چهرهش را تبدیل بکند، مثلا بنی اسرائیل را به قرده و مسیحیان را به خنزیر، 3 روز بیشتر زنده نگه نمی دارد. اینها تا 3 روز تبدیل به میمون بودند و تو خونه هایشون گریه می کردند و زبان هم نداشتند، نمی دونستند چی کار بکنند. بعد از 3 روز مردند. لذا میمون های امروز از اون نسل نیستند. انسان را الله عزوجل به خاطر عمل کردش الله عزوجل مسخ می کند، اما به خاطر شرف انسانیت الله عزوجل همیشه به عنوان حیوان نگهش نمی دارد که این توهین به انسانیت باشه. انسانیت شرف دارد، کرامت دارد. انسان هست که با عمل بدش او را چی می کند؟ ذلیل می کند. و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. در آیات گذشته درباره نقض عهد و پیمان شکنی بنی اسرائیل خواندیم که بنی اسرائیل در تمام مراحل زندگی پیمان شکن بودند. هر جا با انبیا هماهنگ نبودند، انبیا را اذیت می کردند. از سیدنا موسی علیه السلام گرفته تا بقیه انبیاء بنی اسرائیل و تا سیدنا عیسی و بسیاری از واقعات و داستانها و جریاناتی که بیانگر نقض عهد، بیانگر پیمان شکنی اونها بودند را خواندیم. حال در این آیه، اولین آیه که تلاوت گردید، خداوند تعالی تخویف دنیوی بیان می فرماید. تخویف دنیوی یعنی از عذاب دنیا اونها را بیم می دهد که با این پیمان شکنی، با این نقض عهد، با این رویه‌ای که دارند، هر جا مخالف انبیا، هر جا مخالفت با دعوتگران توحید، لذا آیندهشان آینده خوبی نخواهد بود. در آینده تا زمانی که بر همین روش بمانند، تا زمانی که ادامه بدهند همین مسیر کج را، مسیر مخالفت با اهل حق را، تا اون زمان همواره اینها به عذاب خدا و به گرفتاری ها در دنیا مواجه خواهند بود. تکلیف آخرت که مشخصه، هر کسی که مخالف اهل حق باشد، دعوتگران توحید باشد، انبیاء خدا باشد، چه نتیجه‌ای برای او دارد. لذا الله تعالی در این آیه می فرماید و اذ تأذن ربک، زمانی که رب اعلام فرمود. به که اعلام فرمود؟ طلاب بنویسن به واسطه انبیاء بنی اسرائیل. این اعلام به وسیله انبیاء بنی اسرائیل به بنی اسرائیل شد، به فرزندان اسرائیل اینگونه اعلام شد که لیبعثن علیهم الی یوم القیامه
من یسومهم سوء العذاب، به خاطر این نقض و عهد شکنی ها حتما بر آنها الله تعالی خواهد فرستاد کسانی را که تا قیامت کسانی را الله می فرستد، کسانی که اونها را بچشانند بدترین عذاب. یعنی در طول تاریخ تا قیامت کسانی در تمام تاریخ کسانی را الله عزوجل مبعوث می کند که به بنی اسرائیل را شکنجه بدهند، اونها را عذاب بدهند، بدترین عذاب، مثل قتل، مثل اسارت، مثل جزیه گذاشتن، مثل جلاوطن کردن و اونها را از شهرشان از ملکشان بی خانمان کردن در طول تاریخ خواهد بود و این بوده. این در تاریخ گذشته ما شاهدیم، تاریخ شاهد هست که سختترین روزها را یهودی ها داشتند. امروز که یهودی ها ادعای مظلومیت می کنند، چون در هر عصری در هر دوری هر گروهی آمده، هر پادشاهی آمده، عام از مسلمان و غیر مسلمان، مسیحیان مسلمانان، این دو گروه همیشه بر بنی اسرائیل بر یهود تاختند. جریاناتی که برای یهود و هولوکاست هایی که برای یهود اتفاق افتاد که یهودی ها قتل عام شدند، اینها تمام در واقع این وعده الهی هست که اینها دل اهل حق را، دل انبیا را شکستند، انبیا را شهید کردند و در طول دوران اینها به عذاب خدا گرفتار شدند. ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. بدون شک رب تو و پروردگار تو زود عذاب میگیرد، عذاب میدهد و الله عزوجل غفور رحیم هست. سریع العقاب لمن عصاه و غفور رحیم لمن اطاعه. هر کسی که او را اطاعت کند او را میبخشد، اما هر کسی که مثل یهود نافرمانی کند، عصیان کند، خدای عزوجل سخت او را گرفتار می کند، چنانچه یهود گرفتار شدند. امروز اگر یهود حکومتی تشکیل داده، یهود محکم چسبیده به مسیحیان، به غرب، به اروپا، به امریکا، به اونهایی که بین یهود و بین اونها بدترین اختلافات است. امروز کسانی را یهود به کسانی متوسل شده که معتقد است پیامبر اونها، فرستاده اونها، که اونها پیامبر هم نمیدونند، اونها خدا میدانند، عیسی مسیح را مسیحیان خدا میدانند. یهود معتقد است العیاذ بالله اون عیسی فرزند حرام است. یهود به اون عیسی و به مادر اون عیسی تهمت زد. یعنی بدترین اختلاف فکری و عقیدتی بین یهود و مسیحیان است. بین ما و مسیحیان، بین ما و یهودیان نیست. ما سیدنا موسی را پیامبر خدا میدانیم، عزیر را پیامبر خدا میدانیم، عیسی را پیامبر خدا میدانیم، اما اونها اختلافاتشون خیلی عمیق است. اختلافات فکری عقیدتی خیلی خطرناک است. عیسی که یهودی ها اون را فرزند حرام میگویند، مسیحیان میگویند اون خداست یا جز خداست. ان الله هو المسیح ابن مریم، ان الله ثالث ثلاثه. معتقدند که خداوند همون مسیح. این همه اختلاف ولی امروز در کنار هم قرار گرفتند به خاطر اینکه اولا مسیحیان از این حکومت به عنوان یک ابزار برای اهداف خودشون استفاده می کنند در میان مسلمانان در خاور میانه
و این حکومت را یه اهرم فشاری بر مسلمانان گذاشتند تا بر مسلمانان فشار بیاورند. لذا این بازیچه و آله دست اونهاست. برای لحظه‌ای وقتی که حکومت آمریکا و نظام آمریکا حمایت خودش را کمرنگ می کند، تمام سردمداران اسرائیل به دست و پا می افتند، فوراً سفرها شروع میشه، مذاکرات آغاز میشه تا حمایت ها را دوباره جلب کنند. میدونند که ذره بدون حمایت اونها در این خاورمیانه تاب نمیارند، عددی نیستند از نظر جمعیت، از نظر قدرت در مقابل مسلمانان. لذا اینها در لوای اونها، در سایه اونها فعلا وجود خودشون را حفظ کردند و اونها هم برای نفع خودشون، در حالی که میدونن که یهود چقدر دشمن اونها هستند، برای منافع خودشون اینها را نگه داشتند تا از این طریق کشورهای مسلمان در فشار باشند، همواره احساس نیاز به اسلحه داشته باشند، نیاز به اونها داشته باشند. و یک سیاستی هست در دنیا که شما بهتر میدونید. اما این را من میخواستم عرض کنم که این آیه الهی در طول زمانهای گذشته محقق بوده، به تحقق انجامیده و هنوزم هست که همیشه یهودی ها در واقع توسری خور هستند، همیشه یهودی ها باج دهنده هستند و متوسل و متمسک به قدرت ها هستند تا وجود خودشون را حفظ کنند. لذا این بدترین عذاب است، این عذاب الهی هست. این به دلیل چیه؟ به دلیل شکستن پیمان خدا و به دلیل اینکه انبیاء خدا را اذیت کردند. اما همه یهودی ها یک جور نیستند. الله می فرماید و قطعناهم فی الارض امما. این حالت سلف یهود هست، گذشتگان یهود. اونها را ما دسته دسته کردیم، جماعت جماعت و گروه گروه کردیم به جماعت های مختلف. منهم الصالحون و منهم دون ذلك. بعضی از آنها صالحان بودند، بعضی غیر صالح. اما امتحانات و آزمایشات الهی به رنگهای مختلف بود. وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. الله می فرماید آنها را آزمودیم هم با حسنات، با نعمتها، با فراوانی همه امکانات، و همچنین سیئات، سختیها، عذاب، مشکلات. حسنات و سیئات را خدا می آورد تا که مردم برگردن به سوی خدا، تا که بدونند که این تلخی و خوشی همه از طرف الله عزوجل هست. اما یه سوالی که شاید در ذهن شما هم باشد، اون اینه که اگر خلاف کردند، اگر خیانت کردند، اگر نقض عهد کردند، پیمان شکستند، سلف یهود بودند، گذشتگان یهود بودند، اونهایی که موسی را اذیت کردند، یوشع را اذیت کردند، بقیه انبیاء را، حضرت حزقیل را و حضرت عیسی را، همه انبیاء را اذیت و آزار رساندند، انبیاء را قتل کردند، شهید کردند. ولی یهود زمان پیامبر، یهود بعد از اون، یهود زمان ما، اینا چه گناهی دارن که اینها به تعبیر محلی در چوب اونها بسوزند؟ اینها کتک اونها را چرا بخورند؟ اینها چه مشکلی دارند؟ ببینید یهود بعدی وقتی که آمدند سلف خودشون را تایید می کردند، سلف خودشون را تعریف و تمجید می کردند، کارهای اونها را تایید می کردند و به وجود اونها افتخار می کردند و همون رویه را ادامه دادند. بحث افراد نیست، بحث روش هست، در مقابل اهل حق ایستادن هست، در مقابل اهل حق قرار گرفتن هست. همان گونه که یهود گذشته مخالفت کردن با انبیاء،
یهود زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم با رسول الله مخالفت کردند، با رسول الله پیمان بستند، پیمان را شکستند. یهود گذشته کتمان کردند، تحریف کردند تورات را. یهود زمان رسول الله هم همین کار را کردند، یهود زمانهای بعدی هم همین کارها را کردند. یهود زمان گذشته نسبت به انبیا خیانت ها کردند، در زمان رسول الله هم هاکذا. یهودی ها فتنه ها بپا کردند، منافقین از میان یهودی ها بودند، جنگ خندق و احزاب را یهودی ها خلق کردند، رفتن مشرکان را تحریک کردند. لذا تمام خباثت ها، تمام دردسرها در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از زیر سر یهود بود. اینها هیچ تفاوتی با گذشتگان خودشون ندارند. البته اگر اینها روش را عوض کنند، رویه را عوض کنند، بیایند بر مسیر حق، بیایند بر مسیری که تورات به اونها گفته، تورات نشونشون داده، اون مسیر پذیرفتن نبی خاتم هست، ایمان آوردن به نبی خاتم هست. اگر این مسیر را انتخاب کنند، اختیار کنند، اون وقت برادران ما میشن. اون وقت مثل نمونه هایی که قرآن در جای جای قرآن از اونها یاد میشه، عبدالله ابن سلام، اصحاب و شاگردان ایشون مورد تعریف، مورد تمجید و مورد تکریم قرار میگیرند. الله عزوجل در دنیا هم اونها را عزت میده، در آخرت هم. لذا اسلوب همون اسلوب گذشتگان هست، خیانت همون خیانت گذشتگان هست. الله می فرماید فخلف من بعدهم خلف، جانشین شد پشت سر اونها خلیفه های جانشینانی که ورث الکتاب، وارث کتاب شدند، تورات را وارث شدند، عالمان تورات، معلمان تورات شدند. اما چه مریضی هایی داشتند. چند مرض را الله عزوجل ذکر می فرماید. مرض اول حرام خواری، یأخذون عرض هذا الادنا، الله می فرماید آنها می گرفتند مال این دنیای دون را، دنیای بی ارزش را. عرض کالا را میگن، ولی مراد از اینجا رشوه هست. در پرانتز نکته ای عرض بکنم که صفاتی که ما در یهود میخوانیم، گاهی ببینیم که خدای نکرده این صفات در میان ما نباشد. حضرت شاه ولی الله رحمه الله که یکی از کارشناسان علوم قرآنی هستند، ایشون معتقدند که تمام گروه های باطلی که در صدر در مقابل رسول الله بودند که 4 گروه هستند: یکی یهود، دوم مسیحیان، سوم منافقان، چهارم مشرکان. می فرماید که در میان مسلمانان نمونه هایشون هست. یعنی خیلی ها هستند که میگن ما مسلمانیم، صفات یهودی تویشون هست، مسلمانیم، صفات مسیحیان تویشون هست، صفات منافقان، صفات مشرکان. می فرماید این عموم مردم که اصلا خبر ندارند از خدا، از توحید، از یکتاپرستی و دنبال سنگ پرستی و قبر پرستی و شخصیت پرستی و بزرگ پرستی و پیر پرستی هستند، اینها نمونه های مشرکان صدر هستند. و می فرمایند که علمایی که کتمان می کنند، علمایی که حق را نمیگند، علمایی که مثل یهودی ها حق پوشی می کنند و در مقابل پول اندک، متاع قلیل دین را می فروشند، اینها نمونه های همون یهودی های علماء یهودی هستند که دین فروشی می کردند. الان صفات را ببینید. و می فرمایند که اون کسانی که در دین اسلام هستند و افتخار می کنند به این که ما آقازاده هستیم، سادات هستیم، پیرزاده هستیم، فلانزاده هستیم، اینا نمونه هایشون در مسیحیان است که
اونها افتخارشون به عیسی مسیح بود، گفتند که امکان نداره که عیسی مسیح بذاره ما به عذاب خدا گرفتار بشیم. اینها هم به پدران خودشون، به بزرگان، به گذشتگان و فرمودند مثال منافقین که یه روزی شرایط را مناسب میدونستند در کنار رسول الله بودند و یه روزی فاصله میگرفتند وقتی که وضعیت قرمز بود، میفرمایند که نمونه هایشون در تحصیل کردگان و سرمایه‌داران این امت است که اینها هم شرایط خودشون را بعضی ها نگاه میکنند. لذا همه نمونه ها در میان ما هست، باید از این صفات بدور بود. این نکته را عرض کردم چون در این صفات علماء یهود را میخوانیم. اولین صفتشون حرام خواری، یأخذون عرض هذا الادنا، آنان میگرفتن رشوه. والمراد بهذا العرض، عرض این کالایی که قرآن گفته، حضرت آلوسی میفرماید والمراد بهذا العرض ما یأخذونه من الرشا في الحکومات وعلى تحریف الكلام. مراد اون پولی هست که از حکومت ها می گرفتند و کلام خدا را تحریف می کردند. لذا بعضی وقتها انسان ها هستند پول از حکومت ها می گیرند و دین را طبق میل اونها تفسیر می کنند. هستند، در زمان ما هم هستند حکومت های بلاد مختلف. لذا علمایی هستند که میبینند جهت حکومت، مسیر حکومت به چه سمت و سوی هست. بعضی حکومت ها هستند که با مسیحیان دوستند، لذا علما همه آیات را، همه دین را به اون سمت و سو تفسیر میکنند. بعضی حکومت ها هستند که تمایل به شرک دارند، تمایل به غیر الله پرستی دارند. میبینیم ملاهای درباری هستند که آیات را به اون سمت و سو میبرند و تفسیر میکنند، کتمان میکنند، حق پوشی میکنند. لذا در مقابل خلعت اندکی پول بی ارزشی که اون را قرآن به عرض تعبیر کرده، همون پولی که برای رشوه گرفته میشه، این پس مرض اول هست، حرام خواری. دوم و یقولون سیغفر لنا، آنان میگویند ان قریب ما بخشیده میشیم. این مرض دوم از بیباکی. چقدر بیباک، چقدر بیپروا که حق را کتمان میکند، دین فروشی میکند، بعد میگه مرا خدا میبخشه. چه انتظار، چه توقعی. لذا الله میفرماید اونها میگفتن سیغفر لنا. چرا میگفتن سیغفر لنا؟ لأن ابناء الله و احباؤه، ما محبوبان و مقربان خدا هستیم، ما جز اونهایی هستیم که خدا اونها را دوست دارد. عیب خودشون را نمیدیدند. و سوم و این یأتهم عرض مثله یأخذوا، مرض سوم اصرار علی المعصیت، یعنی یک بار رشوه نگرفتند، هر بار می آمد پیش آنها عرضون، پول رشوه چیزی مثل آن می گرفتند. این بیانگر اینه که مرضشون مدید بود، همیشه بود، شغلشون همین بود. الله تعالی اکنون رد می فرماید این رویه را، مگر از اونها قول گرفته نشد، پیمان و میثاقشون نیست که بغیر از حق چیزی نگویند؟ چرا اینها حق را کتمان میکنند؟ الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا بر آنها گرفته نشد پیمان کتاب؟ منظور تورات است. الا یقولوا علی الله الا الحق، در تورات این پیمان از آنها گرفته شده که بغیر از حق چیزی نگویند. و درسوا ما فیه، آنچه که در تورات مطالب تورات را یاد بگیرند و یاد بدهند به مردم. و باز الله تعالی در بعد از رشوه موضوع تزهید من الدنیا را بیان می فرماید،
یعنی باید واقعا نسبت به دنیا اینقدر رغبت نداشت، نباید اینقدر ما دنیا را دوست داشته باشیم که به خاطر دنیا دین را زیر پا بگذاریم، به خاطر دنیا رب را ناراضی کنیم. الله می فرماید والدار الاخرة خیر للذین یتقون، دار آخرت بهتر است برای متقیان، برای کسانی که یتقون، اجتناب میکنند، دوری میکنند از این نوع عقاید و اعمال، از این نوع عمل کردها. افلا تعقلون، آیا خرد ندارید؟ فکر نمی کنید؟ از عقل کار نمیگیرید که اون زندگی از این زندگی به مراتب بهتر است؟ این زندگی چند روزه هست، اینجا رشوه میگیری، اینجا دین فروشی میکنی، زود پایان میپذیرد. والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة. اما اینجا بشارت است، همه اینجور نیستند. الان خواندیم منهم الصالحون و منهم دون ذلك. بعضی ها به کتاب خدا عمل میکنند و بر اعمالی که کتاب اشاره دارد راهنمایی میکند به اون اعمال پایبندند. الله میفرماید این نوع افراد را ما ضایع نمی کنیم. والذین یمسکون بالکتاب، کسانی که به کتاب چنگ زدند، و اقاموا الصلاة، و نماز را برپا می‌دارند. یمسکون بالکتاب اصلاح عقاید است و اقاموا الصلاة اصلاح عمل است، یعنی هم عقیده شان درست هم عملشان درست. الله می فرماید انا لا نضیع اجر المصلحین، ما ضایع نمیگردانیم اجر چنان مصلحان را. و اذ نتقنا الجبل، خدای عزوجل در این آیه به جریان دیگر اشاره می کند، به جریان کوه تور که بر سر یهود گذاشته شد. خدمت شما دیروز عرض کردم که یهود بعد از اینکه مطمئن شد و 70 نفرشان گواهی دادند که تورات کتاب خداست و به تورات عمل کردن را شروع کردند، مقداری که جلوتر رفتن گفتند که برای ما مشکله، ما نمیتونیم به تورات عمل کنیم، اعمالش بسیار سخته. حال الله عزوجل کوه تور را دستور داد به جبرائیل امین، کوه تور را از ریشه برکند. گرچه بعضی معنای کنایی گرفتند، اما جمهور مفسران معتقدند که این به معنای حقیقی است، یعنی حقیقتا کوه تور از جایش برکنده شد و روی سر یهود گذاشته شد که انه ظلة، مثل سایه بود. و ظنوا انه واقع بهم، یهود یقین کردند که الان این کوه بر ما میفته. همه به سجده افتادند، همه گفتن ما به تورات عمل میکنیم. مطلبی که قبلا هم عرض کردیم اما در جلسه صبح، در این جلسه هم اون سوال را مطرح بکنم، اون این هست که در ذهن این سوال می آید که لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، در دین اکراهی نیست. خب خدای عزوجل یهودی ها را مجبور کرد که شما باید به تورات عمل کنید، این اجبار است، این اکراه است. خدمتتون عرض کنم که تفسیر درست آیه و مراد درست این آیه این است که لا اکراه فی الدین، یعنی در وارد شدن دین اکراهی نیست، در دخول دین اکراهی نیست، در اینکه ما هر کس را با شمشیر بگیم یالا بیا مسلمان شو، اگر مسلمان نشی گردنت را میزنیم. با زور، با اجبار کسی را ما مجبور نمی کنیم که بیاد دین را بپذیرد، حتما آیین خدا را بپذیرد. خدا خودش فرموده فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی میخواد ایمان بیاره، هر کسی نمیخواد کفر کنه، ولی آیندهش را هم بسمجه. انا اعتدنا للظالمین نارا، برای این گروه ما آتشی هم آماده کردیم. پس برای ورود به دین اختیار هست، حتی اگر کافر مشرک دین را نپذیرفت، تسلیم شد و به شرایطی که حکومت مسلمانان تعیین کردن پذیرفت، بر همون دین خودش میتونه بمانه، اجبار نیست.
اما یک بار که به اختیار خودش وارد دین شد، پا گذاشت در این چارچوب، بعد از اون باید دستورات را اجرا کند، باید دستورات را عمل کند. مثل این هست که بگه که من میام مسلمان میشم، وارد اسلام بشه، بعدا شراب هم بخوره. نه، بعد از این که مسلمان شد شراب خورد، ضرب شلاق میخورد. عمل کردن لازمی هست، پذیرفتن دین لازمی نیست. بنده مثال عرض کردم که در یک مجموعه ای که قوانین خاصی دارد، ضوابط خاصی دارد، خب ما خارج از اون مجموعه لازم نیست که قوانین اونجا را اجرا کنیم. مثلا عرض کردم پادگان دستورات خاصی دارد، با این لباس نمیتونی وارد بشی، اونجا باید لباس فرم داشته باشی، اونجا باید کلاه به سر بذاری، اونجا باید مو داشته نباشی، اونجا نمیدونم فلان شرایط و فلان شرایط هست. خب ما که خارج از اونجا هستیم لازم نیست مقررات اونجا را بپذیریم. اما یک بار که وارد شدیم، اسممون را ثبت کردیم به عنوان سرباز اونجا، بعد از اون لازم هست، بعد از اون با اردنگی مجبور میکنن مردم همه چیز را عمل کنند. خب قوانین اونجا هست، ضوابط اونجا هست. نمی رفتی، الان که رفتی باید بپذیری. وارد یک مجموعه ای که میشه یک حکومتی هست، یک دولتی هست، برای خودش قوانینی داره. خب لازم نیست که قوانین اون دولت را اینجا که در خونه خودت نشستی اجرا بکنی. اما وقتی که ویزا گرفتی، وارد اون کشور شدی، وارد اون دولت شدی، دیگه باید هر چی که ضوابط داره، قوانین داره بپذیرید. دیگه وقتی که شما راننده محترم وارد پاکستان شدی به عنوان مثال، شما نمیتونی بگی که من در کشور خودم از قسمت راست جاده رانندگی میکردم، الانم همون کار را میکنم. اگر این کار را بکنی دیگه تمامه. اونجا که وارد شدی باید قانون اونجا را بپذیری، باید بر اساس اونجا عمل کنی. اینجا اجبار نیست، لازم نیست. پس هاکذا یهودی ها دین موسی را پذیرفتند، کتاب خدا را پذیرفتند، ایمان آوردند، الان عمل نکردند. عمل که نکردند، الله تعالی فرمود که و اذ نتقنا الجبل فوقهم، ما از ریشه برکندیم کوه را و بالای سرشون قرار دادیم، که انه ظلت، گویا سایه‌ای بود بر سرشان. و ظنوا انه واقع بهم، اونا گمان کردن که الان می افتد. واقع ای ساقط علیهم، بر اونها می افتد. الان ما بهشون گفتیم قلنا خذوا ما آتیناکم بقوه، بگیرید آنچه که ما دادیم شما را با قوت، یعنی خوب عمل کنید. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، یاد کنید آنچه که در این هست در تورات، به تعلیم و تعلم. چگونه یاد کنید؟ یاد بدهید، یاد بگیرید، شاید تقوا در وجودتون بیاید. در این صورت تقوا میاد که کتاب خدا را تعلیم و تعلم کنید و بعد از تعلیم و تعلم به اون عمل کنید. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل